زاده تاجیکستان دلاور اسماعیلوف که با اتهام همدستی در حمله تروریستی روز 22 مارس به تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو همراه پدر و برادر کلانیش تا 22 مای حبس گرفته شده است، از حکم حبسش شکایت کرده است. در این باره روز 3 اپریل سال 2024 در دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو به خبرگزاری ریا نوستی خبر دادند. به دادگاه شکایت از قرار انتخاب حبس پیشکی همچون چاره پیشگیری نسبت به دلاور اسماعیلوف وارد شده است. خبر داده است همصحبت این خبرگزاری در دادگاه بسمانی. قبلا پدر دلاور اسماعیلوف اسرائیل اسماعیلوف و برادر کلانیش امینجان اسماعیلوف نیز از قرار حبسشان شکایت کرده بودند. از 10 نفری که تا امروز در رابطه به حمله 22 مارس به حبس گرفته شدند، تنها پدر و 2 پسر اسماعیلوف از قرار دادگاه شکایت کردند. دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو شب 25 مارس سال 2024 با 3 زاده تاجیکستان، پدر و 2 پسر او را با اتهام همدستی در حمله خونین شام 22 مارس در شهر کراسنogorsk در کنار پایتخت روسیه برای 2 ماه یعنی تا 22 مای سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. یادآور میشویم شام 22 مارس بر اثر حمله مسلحانه بالای ازدحام در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کراسنogorsk دست کم 144 کس کشته شدند. اسماعیلوف زاده تاجیکستانند ولی شهروند روسیه بوده در ولایت تور ثبت نام شدند. بنا به خبرها پسر خورده این خانواده دلاور اسماعیلوف صاحب رسمی امان ماشین رنگش سفید تمغه رنو بود که حملگران شام 22 مارس با آن ماشین به تالار کراکوس آمده بعد کشتن مردم از آنجا با همین ماشین فرار کردند. بعدا خبرهای نشر شد که امینجان اسماعیلوف شوهر محبوبه زرگارova خواهر فریدون شمس‌الدین بوده است و بعد حبس شوهرش زرگارova را با 3 کودک از روسیه اخراج کردند. اسماعیلوف در تاجیکستان در دهه ارباب خاتون در کنار غربی پایتخت تاجیکستان میزیستند. این دهه قبلا به جماعت چاریکاران نویه رودکی تعلق داشت ولی سال 2021 به حدود نویه سینای شهر دوشنبه امرا کرده شد. در روسیه آنها به تجارت ماشین مشغول بودند ولی طوری از یک دوستان این عائله به پایگاه خبری بامداد نقل کردند آنها هیچ گمان نمی‌کردند که یکی از خریدارانشان که خویشاوند نزدیکشان هم بود میتواند پای آنها را به چنین یک بلای سخت بکشاند. این هم صحبت بامداد تاکید کرد که برابر در رسانه‌ها دیدن عکس ماشین اسماعیلوف و خودشان به مقامات حاضر شده بودند ولی حالا آنها را میخواهند همچون شریک حملگران معرفی کنند که به باور این دوست آنها از روی انصاف نیست.